در مصنف عبدالرزاق آمده است که امام عبدالرزاق میگه که اخبرنا معمر عن الاعمش قال كان ابن مسعود جالسا بعد الصبح في الحلقه. خلاصه عبدالرزاق میگه که به ما معمر گفت، معمر از اعمش روایت کرد، اعمش سلیمان ابن مهران، سلیمان ابن مهران تابعین است، گفت که كان ابن مسعود جالسا، عبدالله ابن مسعود صحابه بعد نماز بامداد نشستگی بود، حلقه داشت، تفسیر قرآن درس میداد، مردم در حلقه او نشسته بود. بعد هر روز گفت که فقال انشد الله قاطع رحمین الا ما قام عنا، من به نام الله میپرسم که کسی در بین ما با خویشاونداش علاقش کندگی باشد، قاطع الرحم باشد، یعنی این گناه در او باشد، از بین ما به نام الله میپرسم که خیزد رود. برای چی؟ فانا نريد ان ندعو ربنا، ما میخواهیم که الان یک دعای دست جمعانه کنیم، یک دعای جماعوی کنیم و از الله تعالی یاری پرسیم. بنابراین من از الله به نام الله میپرسم که از بین حلقه ما خیزد آن آدمی که با خویشاونداش رفت آمده میکند. برای چی؟ بعد گفتن که و این ابواب السماء مرتجه دون قاطع الرحم، درهای آسمان پوشیده می شود برای شخصی که با خویشاوندانش علاقه را کند است، یعنی دعاش قبول نمی شود. برای تاکید این معنا در فتح الباری حافظ ابن حجر از امام طبرانی روایت طبرانی را نقل کرده از حدیث ابن مسعود، همین حدیث این ابواب السماء مغلقه دون قاطع الرحم، با این لفظ آوردن، یعنی درهای آسمان مغلق بسته شده هست به شخصی که با خویشاوندانش علاقه را میکند، یعنی شخصی که قاطع الرحم است، علاقه را با خویشاوندانش کند است، این آدم دعاش قبول نمیشه. بنابراین از بین ما خیزد، گفتم خیزد تا اینکه دعای ما قبول شد، یعنی ببینید که دعای ما هم قبول نمیشه، گفتم بنابراین به نام الله میپرسم که خیزد تا اینکه ما دعا کنیم و دعامو قبول شود، گفتم.